خیلی خوشحالم در بین شما عزیزان هستم. برای من واقعا باعث افتخار تو خونه خودم در خدمت شما باشم. قبل از اینکه برم سر اصل مطلب، با اجازه برادر ادوارد میخوام یه دو سه تا تیکه چیزی رو بگم. اولا آرپینه عزیز امروز دعایی رو کردن، خیلی خوشحالم در ضمن میبینم آرپینه جان بعد مدت ها دعایی رو کردن. در حین اینکه سرود میخوندیم بعدش یه دعا کردید که خداوند تصویری از آسمان به ما بده. وقتی شما این دعا رو کردید، اتفاقا از مطلبی که خوندید از باب 5 مکاشفه فکرم رفت اتفاقا روی بابهای 5 و 6 و 7 مکاشفه و من تشویق میکنم شما عزیزان رو اگه کتاب مقدس دارید حتما این 3 تا باب رو با همدیگه بخونید، برای اینکه تصویر بسیار زیبایی اونجا میاد. من میخوام در واقع این تصویر رو بدم به آرپینه عزیز و کسایی که همچین دعایی رو کردن که خداوند تصویری بهشون نشون بده. در این 3 باب ما 3 جنبه شخصیتی بره خدا رو میبینیم و من خوشحالم امروز تم سرودها اغلب روی بره خدا بود. وقتی یحیی او رو دید گفت اینک بره خدا که گناه جهان رو برمیداره. تصویر بره خداست. و در این 3 باب ما باب 5 میبینیم که بره خدا واسطاده، بعد ناراحته از این که کسی نیست این تومار رو باز بکنه. فرشته میاد میزنه و برمیگرده میگه که کسی که مهر رو میتونه باز کنه. میگه وقتی برمیگرده میبینه که شیر سبت یهوداست و بعد در باب بعدش ما میبینیم که این شیر سبت یهودا شبانه. 1 نفر بره خدا، شیر سبت یهودا و شبان. این 3 تا تصویر کاملا متضاده. خوراک شیر بره است و دشمن شیر شبانه. این 3 تا در یک تصویر در مسیح عیسی در این 3 باب تصویر شده و چه تصویر زیباییه که اون معصومیت بره به عنوان قربانی کامل، آخرین قربانی که وقتی گفت تمام شد یعنی این که این قربانی پذیرفته شد و بعد از این دیگه یه چیزی در حد اون نخواهد بود، برای اینکه یک قربانیه. و بعد ما میبینیم شیر سبت یهودا، کسی که قادر این مهر رو باز بکنه، این تومار رو فقط شیر سبت یهودا میتونسته باز کنه. شیر در اقتدار و در پادشاهی و در سلطنت ما میدونیم نمونه است. اغلب در داستانهایی هم که از بچگی هامون یادمونه ما اغلب شیر رو به عنوان شاه جنگل، سلطان جنگل، به عنوان یک مظهر اقتدار میبینیم او رو و میبینیم که این تصویر بره تبدیل میشه به شیر سبت یهودا، شیری که میگه غالب آمد. این رو فراموش نکنیم. و بعد از اون در مورد باب 7 مکاشفه هست که اونجا ضیافت بره هست، اونجا کرور مخلوق هست و میگه که و بره شبان ایشان خواهد بود. دقیقاً این جمله رو میگه و بره شبان ایشان خواهد بود. خواستم مطلب رو با یه همچین تصویر زیبایی شروع بکنم که بدونیم در حضور چه خدایی هستیم، چه خدایی رو میپرستیم. اینک بره خدا که گناه جهان رو برمیدارد. در حال قبل از اینکه برم سر اصل مطلب، با اجازه برادر ادوارد میخوام خانومی که دفعه اول شما اومدید این کلیسا، لطفا شما اگه میشه بلند شید که بله شما ببخشید چیز نیست، یا پنیک نکنید، چیز نیست، چیز برکته، خدا رو شکر. من مدت‌ها پیش برای امروز دعا میکردم. موقعی که دعا کردم آنن باور کنید چند ثانیه نکشید من تصویر خانومی رو دیدم که آسمون بالای سرش انگاری نشتی داشت و از بالا داشت روغن درست روی سرش میچکید و این روغن از وسط زیتون داشت در میومد و وقتی شما بلند شدید فهمیدم شمایید. دقیقاً تصویری بود که داشتم و شما رو دیدم در این و حتی من نوشتم تو اینجا خانمی که دفعه اول اومده به کلیسا و من حقیقتا میخوام این رو به شما بگم، پیام خدا رو میخوام به شما بگم خدا شما رو میبینه، شما تنها نیستید و در کشمکشی که توش هستید، در تحت فشار هستید، روغن مرغوب و اعلی در زیر فشار داره از شما بیرون میزنه. میدونید که زیتون وقتی هرچی بیشتر فشار داده میشه
فشار بیشتری توش میاد، اون روغنی که از وسط زیتون در میاد مرغوب ترین روغن هستش و امروز خدا اون مرغوب ترین روغن رو برای شما داره. خداوند از وضعیتتون آگاه هست، در کنار شما هست و براتون مثل یه پدر واقعی ایستاده و براتون سپر شده، حفاظ شده، پری و برکت آسمان رو برای شما مهیا کرده، خانواده‌تون رو زیر پوشش گرفته و امروز خدا از شما تفقد کرده. میتونید بشینید. بازم یه چیز دیگه دارم قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب. اینجا دعا میکردم، یه تیکه کوچیکی رو خدا نشون داد و این که یک فصل همیشه یه فصل نمیمونه، فصل ها عوض میشن. مهم نیست تو چه فصلی هستید، اگه فصل افسردگی، مشکل مالی، روابطی، سلامتی، هر فصلی که توش هستید مژده اینه، اون فصل نمیمونه، میگذره. زمستون هیچ وقت تا ابد زمستون نمیمونه، بهار پشت سرش میاد. بهار همیشه بهار نمیمونه پشت سرش، فصل ثمر و میوه تابستون هست و پشت سر اون دوباره یک تازگی دیگه. فصلها عوض میشن. در هر شرایطی هستید این رو از خدا بپذیرید. وضعیت شما همینجوری نمیمونه، فصل جدید تو راهه. خب بریم سر اصل مطلب، چیزی که امروز تمام صحبت بود راجع به بره خدا. چند وقت پیش داشتم رساله فلیمون رو میخوندم. یک رساله است، کوتاهه، ولی یه عالمه مدت هاست داره با قلبم حرف میزنه این رساله و فکرمو مشغول کرده که البته نمیدونم تا چه حد در مورد این رساله میدونید. رساله‌ایه که پولس از زندان نوشته به فلیمون و در زندان با غلام فلیمون که غلام فراری بوده اسمش اونسیموس، که با او در زندان هم زندانی هستن و پولس او رو کمک میکنه که خداوند رو بپذیره و برادر بشه، از غلام به برادر تبدیل بشه. روی این مسئله فکر میکردم خیلی مدتها. یه جوری میگن آدم مزه میکنه یه چیزی رو. داشتم روی این رساله مزه میکردم حقیقتش و این سوال که چه چیزی یک انسان رو از غلام به فرزند تبدیل میکنه و چه چیزی باعث میشه پولس رسول با این اطمینان ضمانت یک غلام رو بپذیره و به فلیمون به اصطلاح سفارشات رو بکنه نسبت به این غلام. چطوری پولس در مورد فلیمون پادرمیونی کرده، چه چیزی، چه اطمینانی، چه محکی، چه استانداردی بوده اینجا که مسئولیت رو پولس کاملا تقبل بکنه و پیش بیفته برای اونسیموس که اربابش دوباره او رو بپذیره. خب من فکر کنم بتونید حدس بزنید که به کجا رفت حقیقتش، برای اینکه یک واقعه باعث شد همه این چیزا اتفاق بیفته و اون واقعه صلیبه. اگر صلیب اتفاق نمی افتاد، اگر یه همچین نمادی که نماد مسیحیان است و فقط هم نماد مسیحیانه، اگر کسی که روی این صلیب رفت حقیقتاً مصلوب نمی شد، تولد عیسی از باکره بی خود می شد و بی معنی، برای اینکه موردی نبود و همینطور قیامت او رنگ خودش رو از دست می داد. کفاره گناهان من و شما صورت نمی گرفت و ما کماکان غلام بودیم ولی فرزند نبودیم. اگر صلیبی اتفاق نمی افتاد، واقعه صلیب اصلا پاک می شد، نبود، قیامتی صورت نمی گرفت، من و شما هم امروز شریک قیامت او نمی شدیم. اگر حقیقتاً صلیب از زندگی خود عیسی برداشته می شد، عیسی تبدیل می شد به یک معلم خوب، عیسی تبدیل می شد فقط به یک معجزه‌گر، به یک فردی نیکوکار، یک کسی که خوشنام باشه. همه چیزا تغییر می کرد اگر واقعه صلیب اتفاق نمی افتاد.
به جرأت میتونیم امروز بگیم علی رغم همه افسانه هایی که در این مورد وجود داره، علی رغم این که میگن که خودش نرفت بالای صلیب، یه کسی شبیه او رفت، یا این قضیه جزء افسانه است، اتفاقا به جرأت خود خون عیسی مسیح میخوام امروز بگم حقیقتا صلیب اتفاق افتاد. صلیب یک واقعه مسلم تاریخی، حقیقت محض، نه حقیقت نسبی، حقیقت محض، یعنی تغییر ناپذیره و اتفاق افتاده، نمیتونیم من و شما هم عوضش کنیم. حقیقت محض، حقیقت مطلق هست، نه نسبی، که بر اساس تجربه های ما، بر اساس آنچه که برای من اتفاق افتاد، بر اساس تجربه خودم اون رو بخوام به تصویر بکشم. اینطور نیست. صلیب در واقع مرکز کتاب مقدسه. ببینید در عهد عتیق انبیا این رو دیدن از دور، نبوت کردن در مورد صلیب، و ما میبینیم که صلیب در عهد جدید تبدیل شد به یکی از ستونهای اساسی کتاب مقدس، ستونهای اساسی ایمان ما. این کتابی که در عرض 1500 سال نوشته شد پر از پیشگوییه. نویسنده های مختلف این رو نوشتن. 66 به اصطلاح کتابه. در هر حال چیزی که اتفاق افتاد در واقعه صلیب 28 تا پیشگویی کتاب مقدس در یک روز اتفاق افتاد. چطور میتونیم بگیم واقعه صلیب واقعی نیست؟ چطور میتونیم بگیم یکی دیگه رفته جاش، یا این یه خیال بوده، شبح بوده، افسانه است؟ همچین چیزی نیست. 28 تا پیشگویی کلام خدا در همون روز اتفاق افتاد. از جمله تاج خار به سرش گذاشتن، بر لباسش قرعه انداختن، او رو زدن، توف به صورتش انداختن، تهمت زدن بهش. همه این جریاناتی که از دستگیری به تا زمان مصلوب شدن دونه دونه اتفاق افتاد، همه اینا پیشگویی شده بوده و این پیشگویی در واقعه صلیب به وقوع پیوست. ببینید عیسی به عنوان انسان کامل و خدای کامل در میان ما آمد. ما در باب اول انجیل یوحنا قشنگ در مورد کلمه میبینیم که چه توضیحاتی داده شده. میگه کلمه جسم شد، در میان ما ساکن شد، مثل ما شد. در فیلیپیان میگه که او شریک دردهای ما شد، شریک مصیبت‌ها و زحمت‌های ما شد. عیسی به عنوان انسان کامل اومد. پس بنابراین اگر به عنوان انسان کامل در میان ما زندگی کرد، مثل من و شما اراده آزاد داشت و اراده آزاد او میتونست اونو از دردی که روی صلیب قراره بکشه مانع بشه، میتونست نکنه. الان اگر من بدونم چه واقعی قراره برای مرگ من پیش بیاد و به اون شکل قراره پیش بیاد، اون اراده آزاد من میگه من پسر خدا هستم، چه مصلوب بشم چه نشم پسر خدا هستم. در هویت اصلی من تغییری ایجاد نخواهد شد. پس بنابراین کیه که بخواد درد بکشه؟ کیه که بخواد شکنجه و تهمت و اون شکل مردن رو استقبال کنه؟ هیچ کس، هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم یه همچین شکنجه و دردی رو استقبال کنیم. برای اینکه راه صلیب راه دشوار و راه پر از رنج، خدای رنج ها، برای اینکه اومد هم شکل ما بشه، همدرد رنج های ما بشه، رنج های ما رو تجربه کنه و بدون ما به عنوان انسان از چه مسیری عبور میکنیم، در چه وسوسه هایی هستیم، چه چیزایی بر ما واقع میشه. برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن مصلوب شدن، مصلوب کردن یه روش رومی بوده، نه، اتفاقا تاریخش برمیگرده به زمان آشوریا و بابل و حتی ایران خودمون. ایران ما، پارسیان، به اصطلاح امپراتوری پارس، این روش رو تو قرن 6 قبل از میلاد یه روش رایجی بوده در امپراتوری پارس، برای شکنجه اسرا، برای به اصطلاح خاطیان، برای یاغیان، برای اونایی که طغیانگر و شورشگر بودن. و میبینیم که الکساندر کبیر این روش رو در 4 قبل از میلاد این رو میاره به کشورهای شرقی دریای مدیترانه و بعد فینیقیان در قرن 3 قبل از میلاد این رو به رومیان معرفی میکنن
رومیان تنها قومی بودن که بیشترین زمان این روش رو انجام دادن و خیلی استفاده می‌کردن برای غربا، برای کسایی که غیر رومی بودن. به ندرت رومی‌ها رو مصلوب می‌کردن به عنوان اینکه سیتیزن روم بودن، شهروند روم بودن، یه سری حقوقی داشتن که مگر در مورد خیانت به سزار یا اینکه یه چیزی که در مورد رژیم زمان خطر بوده، در اون صورت مصلوب میشد یک رومی. اگه نه یه رومی مصلوب نمیشد. جالبه که ایران این رو داشت، آشوریا، بابلیا داشتن، رومیا داشتن، اما یونانیا اینو هیچ وقت استفاده نکردن. در حال بگذاریم از این قضیه، 500 سال رومیا این رو استفاده کردن تا اینکه کنستانتین اول در قرن 4 بعد از میلاد اون رو از بین برد. پس میبینید که قدمت صلیب و نحوه مصلوب کردن و مصلوب شدن برمیگرده به بیش از 10 قرن. ما قرن مدون رو که داریم از قرن 6 قبل از میلاد این بوده از ایران و کماکان ادامه پیدا کرد تا 4 قرن بعد از میلاد. ولی میبینیم تاریخ نشون میده که آشوریا و بابلیا این کار رو میکردن. پس بیشتر از 10 قرن این روش متداول بوده و انجام می شده. مرگ روی صلیب یکی از دردناکترین، منفورترین، منزجرترین روش مرگ بوده در آن زمان و فکر میکنم الانش هم باشه. یعنی گفتن این که آن زمان کمی چیز رو کم نمیکنه از آنچه که بر صلیب بر عیسی گذشت. مرگ روی صلیب حداقل 6 ساعت و حد اکثر 4 روز طول میکشید تا اتفاق بیفته. یعنی بعضی از افراد 4 روز تمام رو اون چوبه دار به این شکل میموندن و آسیب‌های زیادی در طول این به اصطلاح آویزون شدن بر اینها انجام میشد. خب معلومه وقتی که با میخ آویزون باشه شخص و تازه روش‌هایی رو هم انجام میدادن که این روش رو بدترش بکنه که طرف زودتر بمیره، بنابراین شوک قلبی، ایست قلبی، ترکیدن قلب، نمیدونم فشاری که به رگ‌ها می اومد و به بدن، به عضلات اینا می اومد، کاری رو که میکرد به مرور بدن ورم میکرد این شکلی، بدن می اومد جلو، دستگاه تنفسی، اندامهای تنفسی دچار مرگ تدریجی می شدن، ذره ذره. ببینید چقدر زجرکش بوده این قضیه. و خونریزی از داخل. مهمترین عاملی که در صلیب، رو مرگ صلیب اتفاق می افتاد خفگی بود. خفه می شد برای اینکه اندامهای بدن چون در جای درستی نبودن و از خودشون بیرون به اصطلاح زده شده بودن و ورم می کردن و تنفس راحت نبود، بنابراین خفگی انجام می شد. یعنی اینکه اکسیژن کم می اومد، گاز کربونیک تو بدن زیاد می شد. مرگ به احتمال خیلی زیاد به خاطر از کار افتادن قلب در نتیجه همه اینها اتفاق می افتاد. مضاف به این که سربازای رومی قانونی بود، اینهایی که مأمور اجرای این مراسم بودن حق نداشتن صحنه رو ترک بکنن مگر اینکه اون کسی رو که مصلوب میکنن بمیره. تا زمان مرگ باید حاضر می بودن. خب بعضیا مثل من و شما کار دارن، زن و بچه دارن، میخوان برن به خونه زندگی برسن، عجله میکردن. و سربازای رومی به این مسئله مشعور بودن که اینها کسایی هستن که این درشت نی، نازک نی اینا رو میشکستن و با نیزه میزدن به سینه طرف و بالاخره هر روشی رو که میشد زودتر بمیرن انجام میدادن. ولی پیش میومد با علیرغم همه اینها 4 روز طرف هنوز کماکان اون بالا بود. عمدن کاری میکردن که بمیرن. یکی از روش‌های خیلی بدی که داشتن این بود که آتش زیر پای بعضی از این قربانی‌ها روشن میکردن، پای صلیب، هم دود ایجاد بکنه که زودتر خفه شن و هم این که از پایین بسوزن. از هر دو طرف به قول معروف این زودتر انجام بگیره. ببینید چه مرگ بدی رو عیسی استقبال کرد. یک لحظه خودتون رو بذارید جاش. بی خود نبود که در حداقل زمان مرد. احتیاج نشد نیزه بزنن به چیز. احتیاج نشد استخوناشو بشکنن. نیزه زدن، ببخشید. استخوناش احتیاج نشد شکسته بشه. و جالب اینجاست که در عرض 6 ساعت
به خاطر سنگینی باری که گناهان من و شما و گناهان بشریتی که اومد و خواهد آمد، همه اینها بر دوش مسیح بود. یعنی فقط سنگینی بگید اون کسی که مجرم هست بالاخره برای قتل، برای نمیدونم فسق و فجور و به هزار یک دلیل طرف محکوم میشه به مصلوب شدن، ولی عیسی هیچ کدوم اینا رو نداشت، هیچ کدوم اینا، و حداقل 6 ساعت، یعنی در اون 6 ساعت اول جان رو سپرد. چرا؟ عبرانیان 12:2 میگه به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، پیش رو داشت، جلوش بود، بی حرمتی را ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید و به دست راست خدا نشسته است. به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود. میدونید خوشیش چی بود؟ من و شما جایزه عیسی بودیم در تحمل صلیب. در اون تصویری که گفتم باب 7 مکاشفه از شبان و بره، اونجا که میگه که کرورها کرور مخلوق میان سرود بره رو میخونن اینها. من توی این باب این چیزی که خیلی جلب توجه من میکنه، اون اسمی هست که برای خدا تو اون مطلب استفاده میشه، یعنی خدایی که صورتهای مختلف داره و بی خود نیست که اون 24 پیر، اون فرشتگان، اون مخلوقای آسمانی میگه تاج خودشون رو میذارن زمین و میگن قدوس قدوس خدای بره خدا. یک چیزی هست که اینا رو هر لحظه به انگیزه میندازه پرستش کنن. این عمل پرستشی تاج رو وقتی میذارن، درست؟ میذارن پایین به عنوان اخلاص کامل و به عنوان احترام کامل به کسی که خیلی بالاتر از خودشونه. عزیزان، اگر انگیزه نباشه پرستش های ما بی خوده. ما فقط داریم صدا تولید میکنیم، داریم انجام وظیفه میکنیم. پرستش از دل شروع میشه و ما در اون تصویر میبینیم که این موجودات چطور با چه وضعیتی پرستش میکردن این بره خدا رو، برای اینکه غالب آمد، برای اینکه کار رو کامل کرد، تموم کرد. در اشعیا باب 53 آیات 4 تا 6 ما این جمله رو میخونیم که یکی از اون پیشگویی هاست که گفتم از 28 تا پیشگویی که به اتفاق افتاد. اینو میگه لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. باز در اشعیا 53:12 میگه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. این آیاتی رو که خوندم به این چیزه که او بر صلیب شد گناه. عیسی اونجا روی صلیب در اون 6 ساعتی که روی صلیب بود شد گناه. شما هر گناهی رو اسم ببرید بر عیسی اومد، از گناهانی که حتی گفتنش آدم خجالت میکشه بگه، چه اون گناهان پاک که دروغ مصلحت آمیز باشه، هر چی بگید، همه اینها رفت روی عیسی، بر عیسی قرار گرفت. سنگینی بار انقدر زیاد بود. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 اینو میگه زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. در واقع اینو میتونیم هر کدوم ما از ما به خودمون این رو بگیم که او من شد، عیسی من شد، عیسی لوئیس شد، عیسی هر کدوم از شما شد که جریمه گناهان ما رو پرداخت کنه. یعنی این که هر گناهی که در دنیا وجود داره شما اسم ببرید برش قرار گرفت. ببینید کار فدیه صلیب فقط برای گناهان گذشته ما نیست.
که فکر کنیم خب حالا من توبه کردم، ایمان آوردم، اسم مسیحی دارم. خب خیلی ها ببخشید اینو میگم، اسم مسیحی دارم ولی مسیح تو زندگیشون نیست. مسیحی که مسیح توش نیست. در هر حال کاری که انجام میده صلیب این نیست که فقط گناهان گذشته ما رو پاک بکنه، حالا بعد این دیگه ماییم و به قول خودمونو دیگه از این به بعد مقدسیم، دیگه گناه ضد گناه هستیم و هیچی تموم شد. نه، همچین چیزی نیست. نه تنها گناهان گذشته ما رو پاک کرد، بلکه طبیعت گناه‌آلود رو از ما برداشت. طبیعت جدیدی در ما آفرید. پولس رسول در رسالاتش خیلی قشنگ این مسئله رو توضیح میده که طبیعت گناه رو از ما برداشت. در واقع کار صلیب آنچه که کفاره انجام داد این بود که از درون ما رو عوض کرد، برخلاف شریعت که از بیرون بود. گناه انجام میشد، قربانی میکردن و بعد پاک میشد، یه چیز بیرونی بود. ولی آنچه که کار واقعی صلیب انجام داد یه کار درونی، از درون به بیرون بود. ببینید عیسی روی صلیب آخرین جملاتی رو که استفاده کرد، یکیش از اینا این بود: ایلی ایلی لما سبختنی، الهی الهی چرا مرا ترک کردی. تو اون 6 ساعتی که اونجا بود به عنوان پسر خدا نرفت شفاعت بکنه. منظورم به عنوان پسر خدا نبود، به عنوان انسان کامل روی صلیب بود. و چون گفت ایلی ایلی لما سبختنی، پدر الهی الهی چرا مرا، نگفت پدر چرا مرا ترک کردی. میدونید چرا؟ برای اینکه به جای من و شما اون بالا بود. یادتونه گفتم عیسی من شد، عیسی گناه شد، گفت الهی الهی چرا مرا ترک کردی. پس صلیب میبینیم که مبدأ بازگشت و توبه ما هست. باور صلیب، باور واقعی صلیب، باور کار صلیب برای گناهان ما، برای کفاره گناهان ما، در واقع نقطه توبه و بازگشت ما هست. یه جورایی ما میتونیم بگیم که صلیب شروع یه چیزی بوده و پایان یه چیزی. شکر برای واقعه صلیب، برای اسمی که روی صلیب رفت. و سربازان چی میگن، فریسیان اومدن، کاهنان مذهبی اعتراض کردن چرا نوشتی عیسی ناصری پادشاه یهود؟ همینی که نوشتیم همینی که هست، عوض نمیشه. خدا رو شکر که عوض نشد این اسم، برای اینکه تو اون اسم من و شما رفت. و خدا رو شکر برای این اسمی که اون بالا رفت، دیگه من نرم اون بالا. پولس رسول در رساله قرنتیان این کار صلیب رو از دید دنیا حماقت میبینه. میگه ذکر صلیب برای هالکان حماقت اصلی که نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. صلیب عزیزان تمام اون نظارگرانی که اونجا داشتن نظارگر بودن، اینا رو تبدیل به شاهد کرد. برید بخونید، این از وقت چیز نمیخوام زیاد به جزئیات اینطوری بدم، ولی اونایی که نظارگر بودن اینها رو تبدیل به شاهد کرد. فرق شاهد و تماشاچی رو شما میتونید خودتون برید بگردید دنبال پیدا کنید این رو. شاگردان در نتیجه صلیب، در نتیجه واقعی صلیب از ترس قائم شدن. اگه صلیب اتفاق نمی افتاد اونها شاهد قیامت نمی شدن. در نتیجه از ترس از صحنه تاریخ کلیسا اصلا ناپدید می شدن. ببینید چه چیز مهمی صورت گرفت. کار صلیب کار تبدیل دل هاست. تغییر من و شما در نتیجه کار صلیبه. میگه عیسی وقتی که بر زمین بود کلمه ملکوت خدا رو استفاده میکرد. میگفت که اینک ملکوت خدا نزدیکه، یا میگفت که ملکوت خدا در میان شماست. وقتی میگه در میان شماست یعنی یه چیزی، یک کاری از درون داره صورت میگیره. یه چیزی، تغییر و تبدیلی از درون در حال انجام هست. و میبینیم که در این نتیجه کار صلیب به اصطلاح ما از غلامان به فرزند تبدیل شدیم. ما این نامه‌ای که پولس از زندان به فلیمون نوشت در مورد اونیسیموس، ما می‌بینیم میگه من اونیسیموس رو تولید کردم، در زنجیرهای خود تولید کردم. انگاری مثل یک کسی که حامله بشه و بچه به اصطلاح به دنیا بیاره. میگه اونیسیموس رو من در زندان به دنیا آوردم. خیلی از خواهران و برادران ما همین الان امروز در نتیجه واقعی صلیب،
در نتیجه ایمانی که بر روی واقعه صلیب و کار کفاره عیسی گذاشتن، در نتیجه ایمانی که به این عمل آوردن، الان در زندانها در زحمت هستن در سراسر دنیا. ما صلیب رو میبینیم که محبت خدا رو برای ما عمق و معنا میده، کامل میکنه، یه بعد جدیدی رو برای ما به وجود میاره. باز در عبرانیان 2:9 اینطور میبینیم که میگه عیسی که به زحمت موت تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد تا به فیض خدا برای همه ذائقه موت را بچشد. دیگه احتیاج نیست من و شما مزه مرگ رو بچشیم. او جای من و شما مزه مرگ رو چشید و تلخی مرگ رو حس کرد تا من و شما حس نکنیم. هیچ کس جان خودش رو برای کسی نمیذاره مگر اینکه واقعا یه کسی باشه از آسمان باشه، الهی باشه. در باز یوحنا باب 10 ما در مورد شبان نیکو میخونیم. آیه 11 میگه که شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. ما میبینیم که این پسر خدا در واقع اومد محبت رو کامل کرد و این شبان اعظم در راه گوسفندان خودش جان خودش رو گذاشت. ما رومیان باب 5 آیه 8 بسیار زیبا میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند از این که هنگامی که هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ما هنوز به دنیا نیامده بودیم، هنوز گناهی رو تجربه نکرده بودیم، هنوز هیچی بودیم، هیچکس بودیم، زیر صفر بودیم. اون زمان مسیح در راه ما گناه شد و کفاره گناهان ما رو داد. آنچه که عیسی رو روی صلیب نگه داشت 6 ساعت، علاوه بر سنگینی گناه، یادتونه چه آیه‌ای خوندم گفت که به خاطر خوشی که پیش رو داشت، محبتی که عیسی نسبت به من و شما داشت، در واقع او رو 6 ساعت روی بالای صلیب نگه داشت. میخوا نبودن که او رو نگه داشتن، میخوا نبود، محبت خدا بود که محبتش نسبت به ما. در واقع میتونیم بگیم که صلیب محبت خدا رو برای ما مهر کرد، یه جورایی مهر زد، تصویر ابدی از محبت خدا نسبت به ما گذاشت. در روی صلیب عدالت خدا و رحمت خدا شامل حال ما شد. امروز صبح داشتم اشعیا رو میخوندم، میگفت که سلامتی مثل نهر و عدالت مثل موج میاد. در واقعه صلیبی همچین واقعی اتفاق افتاد. سلامتی خدا مثل نهر اومد برای ما، عدالت خدا مثل موج اومد برای ما. صلیب اعتماد خدا به پسرش و اعتماد پسر بر پدر رو در واقع آورد و با خودش اعتماد ما رو بر ما به اونا در واقع به همراه آورد. پولس میگه نه چون غلام بلکه چون برادر عزیز ما در صلیب دل پدر و دل پسر رو نسبت به ما شناختیم. صلیب تعارف نداره، بی تعارفه، هیچ استثنایی روش نیست و کلمه همه روشه. همه، علی رغم نژاد، زبان، مسلک، هر چی که اسم ببرید، علی رغم همه اینها اتفاق افتاد. صلیب مسائل نژادی رو منحل کرد. دیگه رنگ مسئله نیست، از هر قوم، از هر نژاد در این صلیب جا دارن. صلیب فراگیره و جهانی هستش. ما اینجا هستیم، یهو میبینیم کسی از اون سر دنیا بلند میشه میاد، تجربه ای رو که از شهادت زندگیش میده و داستانی رو که داره از خودش در رابطه با خدا، میبینیم همون تجربه ایه که ما این سر دنیا داریم تجربه میکنیم. پس فراگیر جهانیه. در رساله‌ای که گفتم به فلیمون پولس رسول نوشت، ما میبینیم که اون دیوارهای ارباب و برده از طریق صلیب برداشته شد، تبدیل شد به برادری. کفاره صلیب در واقع این رو برای ما میسر کرد. میگه صلیب سلامتیه، شالومه، سلامتی است. ما میبینیم که عیسی در انجیل یوحنا برمیگرده قبل از اینکه دستگیرش کنن میگه که سلامتی خود را به شما میدم. سلامتی خدا رو به ما داده. یه سلامتی اینطوری نیست تا حال احوال پرسی بکنین چطوری خوبم، از این تعارفا نیست. سلامتی خدا رو داده به ما، برای اینکه در میکا 5:5 میگه و او سلامتی هست. سلامتی اسم مسیحه. سلامتی خدا رو به ما داد.
باز در افسوسیان 2:14 میگه زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان ما بود منهدم ساخت و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت. چه کار عظیمی. باز میگه سلامتی خود را به شما میدم. کار صلیب نجات رو برای ما به ارمغان آورده، نجات از گناهان، نجاتی که حقیقتا مدیون او هستیم. صلیب عزیزان دعوت خداست برای انسانها. وقتی در مقابل این دعوت قرار میگیریم نمیتونیم بی تفاوت بمونیم. صلیب دعوت خداست و ما در رساله دوم پتروس باب 3 آیه 9 جمله جالبی هست که دوست دارم اینو بخونیم با هم دیگه. میگه خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید چون نمی خواهد کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند. دل خدا اینه که همه توبه بکنن و هی داره تأخیر. ما فکر میکنیم حالا نمیشه. این میگه که بعضیا اینطوری فکر میکنن. خدا عمدن تأخیر میکنه برای اینکه نمیخواد کسی هلاک بشه، بلکه همه به توبه بیان، همه او رو بشناسن. بنابراین باز تکرار میکنم، صلیب دعوت خداست برای انسان‌ها. وقتی که به اصطلاح دعوت میشیم نمیتونیم بی تفاوت بمونیم. مهم نیست سایز گناه چی باشه، چقدر باشه. ما برای لباس سایز بندی هست، از اکسترا اسمال گرفته تا چند تا اکس لارج سایز داریم. ما باور کنید اصلا سایز گناه برای خدا مهم نیست. مهم نیست که ما چیکار کردیم. آنچه که مهمه اینه که خون مسیح و واقعیت کار صلیب، کار کفاره عیسی برای هر گناهی کافی هست. صلیب و کار عیسی بر صلیب برای همه چیز، برای همه شرایط، برای هر موردی که شما بخواید اسم ببرید کافی هست و کامله. در اول یوحنا 2:2 میگه که آمرزش گناهان از طریق خون صورت میگیره. ما نمونهش هم در شریعت در تورات داریم که میبینیم که با خون قربانی، به اصطلاح با گاو و گوسفند و بره و از این چیزا باید قربانی صورت میگرفت تا کفاره بشه. ولی در عبرانیان 9:22 میگه که بدون ریختن خون آمرزش امکان نداره. بنابراین عیسی کفاره ما هست، کفاره به خاطر گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه گناهان تمام جهان. امروز دعوت صلیب کماکان به قوت خودش باقی هست. هنوز این صلیب، واقعه صلیب کماکان کار کفاره او شامل من و شما هم هست، مخصوصا برای عزیزانی که امروز دفعه اول تشریف آورد به این چیز. دعوت صلیب برای شما اینه که کار مسیح بر صلیب و خون او بر صلیب برای هر شرایطی که هستید کافی هست. احتیاج به زیاد کردن نداره، احتیاج نداره هم کم بشه، کافیه. در اشعیا 10:3 میگه که خداوند میگوید پس در روز بازخواست، در حینی که خرابی از دور می آید چه خواهید کرد؟ به سوی که برای معاونت خواهید گریخت؟ این سوال امروز برای من و شماست. وقتی مصیبت میاد، وقتی که روز بازخواست اومده، روز داوری رسیده، برای کی ما چی کار خواهیم کرد؟ به سوی کی ما برای کمک میچسبیم؟ به کی میچسبیم برای کمک؟ اسم کی رو صدا میزنیم؟ این سوال در واقع برای امروز هست، برای همیشه هست، برای همگان هست، جهانی، فراگیره. عکس العمل ما نسبت به این دعوت چی هست؟ اشعیا 7:9 میگه اگر باور نکنید هر آینه ثابت نخواهید ماند. همه زندگی ما همه بدون استثنا روی باورهامون زندگی هامون استواره. ما هممون یه لنزی داریم، با یک عدسی، با یه لنزی به زندگی نگاه میکنیم و این لنز، این عدسی در واقع جهت میده زندگی ما رو. باورهای ما چی هست؟ اینشتین یه جمله جالبی داره، میگه که خدا تاس نداره. دید این چیز هست برای تخت نرد و اینا یه تاس میندازن، میگه خدا تاس جلوش نداره که همه چی شانسی و تصادفی و اتفاقی باشه. و واقعاً هیچ چیزی در زیر آسمان تصادفی نیست و هیچ چیزی خدا رو متعجب و شگفت زده نمی‌کنه از اینکه این که اتفاق افتاد من خبر نداشتم. همچین چیزی نیست.
خدا از چی میگن کارهای ما تعجب نمیکنه از این که فکر کنه دفعه اولی همچین چیزی رو از ما دید. نه، من همیشه میگم ما بنگاه خبری خدا نیستیم. قبل از این که ما بخوایم بهش خبر بدیم اون خودش زودتر خبر داره و پیش از این که اصلا این قضیه اتفاق بیفته باز میگه که قبل از این که حتی بخواید دعایی رو بگید، حرفی رو که بخواید بزنید، قبل از این که اونو بگید میدونم چی میخواید بگید. تا این حد. بنابراین چیزی شانسی، چیزی تصادفی نیست. با این آیه میخوام تموم بکنم و نمیدونم من چقدر وقت داشتم، درست دارم میرم یا نه؟ اوکی. در اشعیا 30:18 این رو میگه و الان یه چیزی بیشتر از یه هفته است حقیقتش این آیه داره منو زیر و رو میکنه و بی اندازه دیگه رفته تو مغز استخونم این قضیه و هی به یاد میارم این آیه رو. بسیار زیباست این آیه. میگه خداوند انتظار میکشد تا بر شما رأفت نماید و از این سبب برمیخیزد تا بر شما ترحم نماید، چون که یهوه خدای انصاف است. این تصور رو بکنید، خدا همینجور خدا همینطور منتظر واسطاده، منتظر اراده آزاد شما تصمیم بگیره، بگه آره به جواب، در مقابل جواب دعوت صلیب، که ما بگیم آره خداوند میخوام. به محض این که میگیم میخوام، میگه داخل میشم با شما شام میخورم. خداوند منتظره تا به ما رأفت بکنه، به ما نیکویی بکنه. میگه از این سبب برمیخیزد. هر جا وقتی میگه از این سبب برمیخیزد یعنی این پدر آستینا رو میزنه بالا، دست به کار میشه، دست به عمل میشه. خدای منفعل نیست، خدایی نیست که ببینه و بی تفاوت بمونه، مثل بعضی از تصاویری که از خدایان مذاهب دیگه میبینیم جوری هست که اصلا انگار نه انگار احساسی درشون هست، یا واقعا هم نیست، برای اینکه ساخته دست انسان هستن. خدای ما دست به عمل میشه، خدایی هست که بی تفاوت نمیمونه نسبت به شرایط ما. پیام خدا اینه، اگه در هر شرایطی هستید، مخصوصا اگر فکر میکنید که فراموش شدید و خدا اون بالا شما رو نمیبینه، فکر میکنید دست و پنجه‌ای که با مسائلی که دارید دست و پنجه نرم میکنید تنها هستید در این مسئله. نه، خدا از پوستتون به شما نزدیک تره. کافیه بگید بله میپذیرم. کافیه قبول بکنیم این دعوت الهی رو و این تصویر زیبا رو آرپینه عزیز ببینیم که خدا منتظر از بالا که رأفت بکنه، نیکویی بکنه و میگه که از این سبب برمیخیزد تا بر شما ترحم نماید. دعوت خدا نرهای شادمانیه. من و شما دعوت شدیم در این نرهای شادمانی غوطه بخوریم، تا به گردن، تا بالای سر شیرجه بریم در این نهرهای شادمانی، در این نهرهای سلامتی، نهری که هیچ وقت خشک نمیشه. محبت خدا هیچ وقت تموم نمیشه، بی حد و اندازه است، بیکران، ازلی، ابدیه. یه خورده اگه از این تصاویر تزئینی صلیب در بیایم، یه خورده از این نمایشات ظاهری دنیای مسیحیت در بیایم و به عمق کار صلیب فکر بکنیم، به چیزی که اتفاق افتاد و راهی رو که عیسی به خاطر من و شما تحمل کرد، اون وقت دید ما نسبت به دنیا عوض میشه، نسبت به همدیگه عوض میشه. ما اگر خدا رو دوست داریم همدیگر رو دوست خواهیم داشت. این دوتا لازم و ملزوم همدیگه است. میگه همسایه خود را چون خودت محبت بکن. میگه اول خداوند خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان، با تمامی قوت، و بعد میگه همسایه خود را چون نفس خود. اینطوری درست باشه، اینم باید درست باشه. اگه این به نظر درست میاد و این درست نیست، این غلطه. ما فکر میکنیم درسته، تصور غلطه. ما بگیم من خدا رو دوست دارم تموم شد، حالا به من چه، فلانی مثلا در زحمت، یا به من چه، این اونه. نه، اتفاقا برعکس. میگه همسایه خود را چون نفس خودت دوست داشته باش، چون خودت دوست داشته باش. دعوت صلیب دعوت محبته، شیرجه رفتن تو دریای محبت بیکران خداست، شیرجه رفتن تو دنیای بیکران خداست. اگر اجازه بدید میخواید سر پا بایستین، میخوام یه دعایی بکنم براتون.
دعای من امروز اینه. میخوام یه تصویر بهتون بدم. سربازا رو تو جبهه دیدید؟ حتما دیدید. اگه هم ندیدید تو جبهه تو فیلم ها دیدید. اینا هم با اسلحه میخوابن، اونایی که آماده باشن. عزیزان شما رو نمیدونم، ولی تصمیم هر روز من اینه اسلحه‌ای که من استفاده میکنم هر روز پر از عیسی باشه توش. هر چی میاد سراغ من این گلوله ها، نمیدونم فشنگ، حالا هر چی اسمش هم نمیدونم درست حسابی، این اسلحه رو، خشاب رو با عیسی پر میکنم، برای اینکه اسم عیسی، خون عیسی کافیه برای همه چیز. هر چی که میاد به طرف من، هر چی که خودم به سر خودم میارم، اسم عیسی، کار صلیب کافی است. امروز اسلحه های ما رو پر کنیم از اسم عیسی، از خون عیسی، از قوت عیسی، از محبت عیسی، از پیروزی عیسی. و در این نهرهای شادمانی سابی غوطه بخوریم، شنا کنیم، نه به گردن فقط تا اینجا. من میگم باز بیشتر از اون بریم اون پایین ها، به عمقهای او داخل بشیم. ای خداوند، تو را امروز میپوشیم. حقیقتا رحمت تو را، محبت تو را، عدالت تو را، پیروزی صلیب رو میپوشیم ای خداوند. سلامتی که ندا کردی امروز آن رو میپوشیم و میگیم ای خداوند سلامتی تو که مافوق عقله، از سر تا به پا ما رو زیر پوشش بگیره. حقیقتا میخوایم در این نهرهای شادمانی، در این نهرهای آب زنده ای خداوند، تا به سر کامل فرو بریم، عمق‌های تو را ببینیم ای خداوند، عمق‌های تو را بچشیم، عمق‌های تو را تجربه بکنیم. امروز دعوت صلیب را ای خداوند از یه دید دیگه‌ای ببینیم. امروز تو اون لنز ما را عوض بکنی. امروز ای خداوند دیدی که از تو داریم اینجا دفن بکنیم، با دیدی تازه بریم ای خداوند. اسم تو بر ما باشه، بلکه قوت تو بر ما باشه ای خداوند. نه صورت دینداری، بلکه قوت دینداری رو حس کنیم و تجربه کنیم. دعای من امروز برای تک تک این عزیزان اینه، تو را امروز به طرزی جدید تجربه بکنن ای خداوند و بدونن که تو از عسل شیرین تر هستی برای جان ما ای خداوند. تو برای ما کافی هستی. شکر به نام عیسی مسیح.